سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به ویدیویی که همه منتظرش بودید. همکاری مستر بیست و رونالدو توی یه ویدیوی یوتیوبی. البته توی این ویدیو به جز رونالدو یه عالمه ورزشکار خفن دیگه هم هستن و به نظرم یکی از جالب ترین ویدیوهایی بود که مستر بیست تو چند وقت اخیر کار کرده. پس بدون معطلی بریم این ویدیو رو با دوبله جذاب فارسی ببینیم. اگه این سابسکرایبر بتونه رونالدو رو توی مسابقه تک به تک شکست بده، این $1 میلیون مال اون میشه. توی این ویدیو شما قراره ببینید که بزرگترین، قوی ترین و سریع ترین ورزشکارای دنیا با آدمای معمولی رقابت میکنن. بریم با تام بردی شروع کنیم. حاضری رقیب تو ببینیم؟ ما اینجا یه بازیکن فوتبال آمریکایی دبیرستانی به نام جیکو داریم. قرار نوبتی توپا رو به سمت این بازیکن‌ها پرت کنید و اولین کسی که همه رو بهتره کنه این 100,000 تا رو میبره. و از اونجایی که تام 7 تا مقام قهرمانی سوپر بول داره، خب مسلماً بازیکن‌های اون یکم کوچیک‌تره. جیک، مسلماً تو باید شروع کنی چون تو 7 تا مقام قهرمانی نداری. خب برو سراغ اولیش. اولین رقابت تک به تک شروع میشه. آرتا خوبی بود. تازه اولش تام انگار نوبت توه. خیلی خوب بزنه. وای داد خیلی سریع اتفاق افتاد. بازیکنه که بعدی تو فاصله 18 متری. وای خدا جون، هر دو تاشو زد. باورم نمیشه. تامون رقیب تقا تشویقش نکن. چه گفت زده شدم. 18 متر که البته برای تام شک دارم چیز خاصی باشه. حالا شد واقعا به هدف نزد، تقصیر بارون بود. ببینم تو زنگ زدی بارون بیاد. نه ولی من گفتم همکلاسیای دبیرستان جیک بیان تا تشویقش کنن. بریم جیک. برو جیک برو. وای ای تلاش خوبی. تام امیدوارم این دفعه دیگه خطا نزنی. امیدوارم. برو تو کارش. باریکلا. خب حالا مساوی شدن. یکی میخوره، مطمئنم یکی میخوره. ای وای. پرتاب خوبی بود. پرتاب خوبی بود. تام ببینم تو چه میکنی. اوف جیک. دلش باید همه تلاشتو بکنی یکی دیگه بزنه تمومه. اون وقت این 100,000 تا به جای تو میره واسه خیریه. شما میگه جک میتونه؟ صبر کنید، هنوز تموم نشده. نوبت تامه. پرتاب 50 متری. مسافت خیلی زیاده جیمی. بابا اینا خیلی بی‌ادبن. راستشو بخواین فکر می‌کردم این چالش واسه بردی بزرگترین کوارتربک دنیا مثل آب خوردن باشه. ولی خدای این پرتاب 50 متری واسه هر آدمی یه چالش، مهم نیست چقدر حرفه‌ای باشی. وای جیک پرتاب خوبی. قرار نیست با وجود این داداشمون زیاد خوش شانس بمونیم. بزن نجاتش بده. تام داره نزدیکتر میشه. سر این مهمترین لحظه زندگیت، اگه توپو بندازی هم 100,000 تا رو بردی، هم تام بردی و جلوی 200 میلیون نفر آدم شکست دادی. یالا جیک از پسش برمیای. با اینکه کمونه کرد ولی خب گویا مثل که بازم قبوله. تبریک تام بردی و شکست دادی و این 100,000 تا هم بردی. ولی هنوز یه عالمه ورزشکار خفن دیگه تو این ویدیو هستن، از جمله بزرگترین فوتبالیستی که تا حالا وجود داشته، کریستیانو رونالدو. ولی قبل از اون بریم ببینیم یه آدم عادی میتونه سریع‌ترین دونده دنیا رو شکست بده یا نه. ایشون نوآ لایزه 3 بار قهرمان دنیا شده و برنده مدال المپیک. اون سریع‌ترین دونده حال حاضره و هیچکی نمیتونه توی مسابقه تک به تک شکستش بده. سر 100,000 اون قراره با جوناه رقابت کنه. دوست من چاقترین مرد جهانه. حالا چرا یه آدم رندوم نرمال نه؟ چرا یه نفر که هم چاقه هم قدش کوتاهه و مسلما هیچ شانسی در برابر دونده قهرمان المپیک نداره؟ دوست من چاقترین مرد جهانه. اگه نوآ ببره من پولو میدم به خیریه و اگه جونا ببره پولو میزنم به کارتش. از اونجایی که شانس برنده شدن جونا منفی 200%، ما میخوایم بهش یکم ارفاق کنیم. این یه مسابقه 200 متره، ولی خب در ازای یه مقدار از پول جایزه ما به جونا ارفاق میکنیم. در ازای هر $10,000 که بذاری از جایزت برداریم، ما 10 متر فاصله تو تا خط پایان نزدیکتر میکنیم. مثلا میتونی از اینجا شروع کنی، اینجوری 10 متر جلو میافتی. تو 5 ثانیه له میشن. بریم سراغ بعدیش. 80,000 تا چطوره؟ نابودم. به نظرم اگه واقعا میخوای ببری بهتره از اینجا شروع کنی. 40,000 تا هم خوبه، باش میتونی یه ماشین بخری. خب 40 تا خوبه، بزن بریم. از جنابالی از اینجا مسابقه رو شروع میکنی. 60 متر جلوتر از رقیبت با یه جایزه $40,000. مطمئنم قبل خط پایان عضلاتش میگیره. چیمو بذارم کجاش؟ داداش باید پاهاتو بذاری اونجا. اون اندازه نصف یه زمین فوتبال ازم جلوتره. احتمالاً برعکس نظر مردم رقابت نزدیکی میشه. خب دونده های عزیز، حاضرید؟
ببینیم جونا میتونه سر $40,000 سریعترین انسان دنیا رو شکست بده با علامت من. آماده؟ شروع شد. وای جونا چه میدوه. برو جونا، برو جون مادرت، برو دیگه لا بستم. بدو ماشالله. تو خدای من الان به هم میرسه. داره میاد. چه وضعیت داره به میاد. هم میرسه. بدو الان به میرسه. چیزی نمونده. بدو چیزی نمونده. بدو جونا. وای داره مسخرش میکنه. وای خدای من فاصله رو ببین. راحت رسید به خط پایان. انگار یوز پلنگ افتاده بود دنبالم. دم آخر بهش رسید. یعنی به نظرم اگه یه 10,000 تای دیگه میداد، یه 10 متر دیگه میرفت جلوتر، شاید یه شانسی داشت. با 30,000 تا بهتر از هیچیه. اصلا 10,000 تا هم بهتر از هیچیه. انگار یوز پلنگ افتاده بود دنبالم. دیگه نمیتونم. منو کول کن. نمیتونم بابا، این سگ وای نفس. عرق کردی. اون چرا رو زمینه؟ خیلی خوب. بذار بمیرم. من این زندگی دیگه نمیخوام. پول جایزه نوآ میره برای این خیریه. ولی نوآ لایز قراره دوباره برگرده تا با سریعترین استریمر دنیا مسابقه بده، آیشو اسپید. ولی فعلا بیاید بریم سراغ رقابت بیسبال. تو رقابت تک به تک بعدیمون ما خفن ترین توپ زن مناطق محروم یعنی بیگ جاستیس رو داریم. داشتمون رکورددار مناطق محروم و کم برخورداره و امروز قراره با یکی از بی‌رحم‌ترین توپ زنای تاریخ بیسبال رقابت کنه. یا خدا، آقا این خیلی نامردیه. لیست افتخارات برایس هارپر اصلا قابل شمارش نیست. اون بیشتر از 300 تا هوم ران داره و شمردن لیست افتخاراتش واقعا از حوصله این ویدیو خارجه. خلاصه که داشمون جزو خفنای روزگاری. خوشحالم امروز شما قراره با هم یه رقابت تک به تک هوم ران انجام بدید. بدبخت شدم. میتره کنی بسا. بچه هوم ران توی بیسبال به این معنیه که انقدر محکم به توپ ضربه بزنی که توپ از زمین مسابقه بره بیرون. چیزی که این دو نفر قراره سرش رقابت کنن همینه. بدبخت شدم. میتره کنی بسا. ولی از اونجایی که بیگ جاستیس تقریبا نصف برایس هارپره، فاصله ای که باید توپو به اونجا برسونه هم نصف فاصله هارپره. میوازی پسر. امیدوارم غافل و گیرم درست مثل بقیه تک به تکای این ویدیو، اگه بیگ جاستیس ببره این سر هزار تا براش کارت به کارت میشه و اگه برایس هارپر ببره این پولو به هر خیریه‌ای که دلش بخواد میدیم. میخوام هر جور شده برایس هارپر رو ببرم. دمت گرم، ولی آفرین، باید همین تمام بود. تلاشتو بکنی. باشه. باش میتونی یه عالمه لپ لپ بخری. آره فکرم پیشش. بیگ جاستیس از دست دادی. آره بیگ جاستیس هیچ شانسی نداره. من خیلی هر کدوم 10 ترسیدم. تا ضربه میزنن ببینیم چند تاش هوم ران میشه. برو این پایین. یکی که فکر نکنم بشه. پایین. امکان نداره. امتیاز نگیره. ایول. هیچکی بی‌نقص نیست دیگه. وای، جالر بگیرش. من اینو نمیگیرم. اینم خورد به دیوار. رقابتی سر $100,000. اینو بد زد. وای خدای من. پسر این شاید همران بشه. یه دونه از 3 تا. برو رو مخش. برو بالا. حساب. برو بالا. ای وای، بعد میبینی دقیقا میرسه و فقط مثلا انقدر مونده که رد بشه. یعنی یه جورایی حسابه، حالا نمیدونم. برو بالا. حساب. برو بالا. ای وای، فقط انقدر مونده بود رد بشه. ای وای. از پارک بیرون رفت. خیلی باحال بود پسر. تا اینجا فقط 2 تا از 6 تا. این داشمونم که مناطق محروم در اومد. تو خیلی خفنی برایس. ای وای، این یکی کلا از استادیوم رفت بیرون. واسه پرایس باید استادیومای بزرگتری بسازن. تو میتونی. ایول، ایول. 3 تا از 8 تا. اگه فقط 3 تا بزنی احتمالاً پوزشو بزنی. اوه اینه که بدی. میخوره به گیتار. یه عمرانو دیگه. من بریدم. ببینیم پنجمیشم میزنه یا نه. ایول. هی 4 امتیاز از 10. وای پسر خیلی خستم. بریم تو میتره کارش. کنی بسا. جاستیس ممکنه هارپر رو شکست میتونم بده. تصورش داداش کنم. میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم. به وجد من بیاره. از زمان صفویه فن خودت بودم. میتره کنی داداش. آره. میدونی تنها مشکلش چیه؟ این که شماره تو رو نپوشیده. تقصیر طراح لباس بود. 5 تا هوم ران بیگ جاستیس قراره بهتره کنه. بوم. پنج تا میخوای میتره کنی پسرم. ببی پسر. آری کلا ایول. اولی شو زد.
آره 4 تا دیگه بزنی حله. دومیش که خوب نبود. هی ولی خوب زدی ها. آفرین. نه یکم فاصله داره خیلی خوب. اشکال نداره. خوبه تو میتونی پسر. وای یکی دیگه هم زد. آفرین عمران زد ایول بو همینه پسر آفرین. دیگه بزنه میبره. من به پسرم ایمان دارم. تو میتونی پسرم. نصف راهو رفتی. باریکلا. همینه 3 از 5. 2 تا دیگه بزنی بردی. تو میتونی. هنوز فرصت داری. اب نداره برو بعدی. برو 3 امتیاز از 7 ضربه. بجان پسر ایول. خانواده عزیز نمیخواین پسرتون رو تشویق کنی؟ میخوایم بگیم پسرم. جاستیس بزن بتره کن. میتره کنی جیگر. ایول الان دیگه مساوی شده. همینجوری بزن تو. این هارپرم از این تشویق بومه خوشش اومده که خانواده‌اش اینجوری تشویق میکنن پسره رو. نه همینجوری بزن تیرتون. لحظه عمرم. گوش کن 2 تا ضربه دیگه داری. فقط کافیه یه دونشون رو بزنی تا برنده شی. یالا تو میتونی. زود باش پسر تو میتونی. یکی دیگه بزن بری. زد عمران شد جیگر ایول داره زمین میدوه. ادامه بده برایس هارپر رو شکست دادی. وای نمیدونستم از اینا میزنم. پرام ریخت. تو هم ریخت. نگاش کنه خیلی خوشحاله. عزیزم به نظرم پسره واقعا لیاقتشو داشت. هم کارشو بلد بود، معلوم بود تمرین کرده بود کلی، هم خوب زد دیگه. خدایی دمش گرم. نوش جونش. نگاش کنه خیلی خوشحاله. بهت افتخار میکنم پسر. خدایی خفن بود. ولی صبر کنید تا مسابقه تک به تک رونالدو با یه آدم معمولی رو ببینید. ولی قبل از اون بریم سراغ رقابت یه گلفباز تازه کار و حرفه‌ای. در سمت چپ من برایسون دشامبو ایستاده، برنده 2 دوره مسابقات قهرمانی گلف. و در سمت راست من جناب آرون. مطمئنم همه توافق داریم که برایسون گلفباز بهتریه. آره. بنابراین سوراخ جناب علی قرار 50 برابر بزرگتر از سوراخ برایسون باشه. خیلی خوب. $100,000 جایزه داریم. اگه تو ببری فردا برات کارت به کارت میکنم و اگه تو ببری میدمش بر خیریه‌ای که بخوای. این سوراخه اینقدر بزرگه که من توش جا میشم. سوراخ‌ها بیشتر از 300 متر اون طرف‌تره. به نظرت با چند تا ضربه توپتو میندازی تو سوراخ؟ 4 تا ضربه. شاید هم 3 تا. به نظرت میتونی کلا با یه ضربه توپو بندازی تو سوراخ؟ آره میندازمش تو سوراخ. یه چه زر منطقی نیست میدونی؟ ژنتیک. پس ژن خوب داری. ببینیم چی میشه. $100,000 جایزه. هر وقت حاضر بودی برو. اوه بزن بریم برایسن. ضربه خیلی خوبی بود. ممنون برایسن. واقعا شگفت زدم کردی که ننداختیش تو آب. عالی بود. ممنون. وای خدای من. زود باش دیگه. یه ضرب برایسن بزن. یه ضرب فقط. یکی از بهترین گلفبازای زندگی دنیا. داداش من که نمیبینم کجا رفت. ممکنه خیلی اونورتر رفته باشه پسر. راستش ممکنه تو آب افتاده باشه. داداش سوراخ اون وره. توپ تو رفت اون طرف. آنجا. از 10 به اولین ضربت چه امتیازی میدی؟ خوب نبود. خب توپ تو رو پیدا کردیم. چون رنگش آبیه و همونطور که میبینید میتونه مستقیم بزنتش سمت سوراخ. اگه برایسن تو آب انداخته باشتش من از اون خیلی بهترم میتونم. میخندی؟ باید بری توپ تو پیدا کنی. چون برایسون میتونه توپو دورتر بزنه دلیل نمیشه برنده بشه. پس قبل از ضربه آرون بریم ببینیم برایسون جریمه شده یا نه. داریم دنبال توپش میگردیم. الان نزدیک سوراخ. پوله رو هم زدن پشت ماشین دارن با خودشون میبرن اینور و اونور. داریم دنبال توپش میگردیم. الان نزدیک سوراخاییم. به نظرم باید نزدیک بخش سبز باشه. اگه باشه. خواهیم دید. اصلا خوب به نظر نمیرسه رفقا. آره اصلا معلوم نیست کجاست. نه. توپ افتاده بود توی آب. بنابراین وقتی توپشو از آب میاریم بیرون در واقع یه ضربه واسه اون حساب میشه. یعنی اون الان باید 3مین ضربهشو بزنه. واو. خب آرام ببینیم چند مرده علاجی. از لحاظ فنی میتونه الان بزنه و $100,000 برنده بشه. بودن یا نبودن؟ وای کجا رفت؟ درست انداختش سمت سوراخ. بزن بریم. خیلی باحال بود. او درست بغل توپ توه. چی؟ احتمالش شوخیش خیلی گرفته؟ کم بود اینجوری بشه. با بازی من و اون احتمالات عجیبن.
در ضمن ازت تعریف کردم. ممنون. اولین تعریف امروزم. اپلیکیشن یاهو اسپورت رو داری؟ آره واسه فوتبال فانتزی. آره دقیقاً و ازت پرسیدم به خاطر اینکه خیلی خوب. اسپانسر امروز من. واقعا جیمی الان داره تبلیغ میره وسط این لحظه حساس. این یه ضربه خیلی مهمه، بنابراین بنده در حین زدن این ضربه بهتون بازی جدید یاهو اسپورت رو معرفی میکنم. این ضربه رو خوب زد. ایناش خیلی نزدیکه. میتونیم ببینیمش چون آبیه. خوب زدی؟ فقط به برایسن همیشگی نیاز دارم که به هدف نزنه و منم مشکلی نخواهم. آره خلاص دیگه. بازی دیلی درا یه بازی رایگان رو پلتفرم یاهو اسپورت. این ضربه خدایی خوب. پسر عجب ضربه ای زد. خوب به نظر میرسه. خیلی خوبه. نزدیکه. تو این بازی شما کارت گیرتون میاد و باهاش میتونید بازی رو پیش بینی کنی. اگه درست پیش بینی کنی جایزه میبری. خیلی خوب میزنمش داخل. باشه داداش بزن. به نظرت اگه اون ضربه رو تو میزدی میتونستی گلش کنی؟ برای منم سخته. جدی؟ آره. این یه فرصت خیلی بزرگ تو زندگیته. اگه بتونی گلش کنی $100,000 میبری. ای وای من. ای وای گیر کرد به چمن. بسوزد نوب سگی سوخت جگرش. من واقعا یکم دلم سوخت. چی شد داداش که اینجوری شد؟ میخوام به خیریه کمک. آره تو که راست میگی. قبل از اینکه بریم سراغ ضربه آخر، همین الان میتونید اپلیکیشن یاهو اسپورت رو دانلود کنید. اگه شانستون بزنه و کارت مستر بیست هم گیرتون بیاد، احتمال داره که $10,000 برنده بشی. از فردا تا 10 روز آینده روزی یه نفر برنده انتخاب میشه و یه برنده خوش شانس هم این فرصت رو داره که بیاد سر فیلم برداری یکی از ویدیوها و با من و پسرا سلفی بگیره. ای خدای من شوخی گرفته. باید میزدش برایسن. داداش یکم انگیزه لازم داریم. ما زن تو آوردیم اینجا بده انگیزه بده. داشتم از پشت بوتام میدیدمت. بله. بهش بگو اگه ببازم باز دوستش داری. نمیتونم این کارو بکنم. وای قلبم داره میاد تو دهنم. تمام تلاشمو. ایوه تونستی. همینه. بسم بریم برایسن. داداش اینو ببازی تو اینستاگرام سوژه میشی. آفرین. چون مساوی شدید من این توپا رو برمیدارم. آران تو از اونجا میزنی؟ باشه. وای خدای من. اینم برای برایسون. زودتر رفت. خب ببینم چه میکنید. ببینیم کی میتونه مساوی رو بشکنه. یو خدا. وای نه. این موشک رفت. داخل آبه. زنم داره بهم میخنده. صداش از همینجا میشه. تلاش شجاعانه‌ای کردم با بیایید کارو تموم کنیم. آری کلا چه ضربه ای زد. وارد گیرین شده. آران توپو انداخت تو آب، بنابراین توپشو میندازیم اینجا و یه ضربه براش حساب میشه. بریم سراغ دوست حرفه‌ای. باید تمومش کنم. خب ضربهشو زد. تموم وای شد. توپ نرفت تو سوراخ، دوباره اومد بیرون. من تو گلف افتضاحم. نمیتونم از دستش خلاص بشم. $100,000 تا رو میخوای یا نه؟ به نظر خوب بود. میدونی چیه؟ از این بازی متنفرم. شد. اگه برایسن به هدف نزده بازم فرصت دارم. باعث افتخار و خوشحالیم. یه چیز بهت بگم حالت عوض شه؟ چیه؟ ما پرطرفدارترین انسان دنیا رو تو این ویدیو آوردیم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ رونالدو، اول برگردیم به پیست مسابقه، چون یه نفر دیگه قراره به مسافه نوآ لایکس بره و اون یه نفر کسی نیست جز چرا مستر بیست داره الان بهم زنگ میزنه؟ یو اسپید داداش، ببین کی اینجا. نوآ با هم مسابقه بده. میخوای ببازی پسر؟ الان استریممو قطع میکنم و خودمو میرسونم اونجا. باورم نمیشد ولی اسپید مثل چی خودشو رسوند. اسپید بچه‌ها با اینکه یه خورده آدم عجیبیه و خودم شخص واقعا فنش نیستم، ولی ورزشکار واقعا و با بقیه یوتیوبرهای ورزشکار مثل لوگان پال و اینا مسابقه 2 داده و برده. پس یعنی حریف منطقی تریه برای قهرمان المپیک تا اون توپلخانه اول ویدیو. باورم نمیشد ولی اسپید مثل چی خودشو رسوند. آماده ای پسر؟ همه لحظات برای من ساخته شدن رفیق. ای میدونی که معنی اسمم سرعته دیگه. باز خودت لقبم گذاشتی؟ چه گوگلی؟ این بار اسپید سریعترین استریمر دنیا میخواد ببینه میتونه سریعترین مرد دنیا رو شکست بده یا نه. میخوام لقبشو بدوزم. تو المپیک هم کسی به اینو نگفته. پشمام پسر. ازت میدوزمش مرد. اگه تو دوباره ببری 100,000 تا دیگه به خیریت میدیم و اگه اسپید ببره 100,000 تا به یکی از فناش. بعد از قدم دوم همه امیدات از دست میرن و دیگه پاتو توی پیس نمیذاری. امیدوارم سرخورده نشی. اسم من اسپید پسر. قراره حسابی شوکه بشی مرد. خیلی خوب، این مسابقه قراره 50 متر باشه و اگه یه اتفاقی بیفته و اسپید ببره اون رسما میشه سریعترین انسان دنیا. خب بچه‌ها حاضرید؟ بزن بریم. میدونی چیه؟ بزن بریم جیگر. سر جاتون؟ آماده؟
او دارم میرم. اسمیت خیلی جلویه. وای باورم نمیشه جدی ممکنه برنده شه. وای خدای من اسمیت وای خدای من اسمیت خیلی نزدیک بود. مساوی شد. ویدئوش هست. آقا مساوی شد. میریم الان میبینیم. میگم مساوی شد. منو با پولم تنها بذار. خب بچه‌ها براتون این دوربین سوپر اسلو موشن آوردم تا نتیجه رو ببینید. من نمیخوام ببینم. داداش مساوی شد ببین. پس چرا نوار رو منه؟ چون چسبناکی داری عرق میریزی. تو هم داری عرق میکنی. ولی خدایی نزدیک بود. ولی با اینکه نزدیک بود قهرمانه برد و طبیعیه. چون چسبناکی داری عرق میریزی. تو هم داری عرق میکنی. میخوای این 100,000 تا رو به کدوم خیریه بدم؟ راستش دوست دارم بدمش به اسپید، اما بچه‌ای که باشون کار میکنم بیشتر نیاز دارم. ای وای. قبل از اینکه بریم سراغ رونالدو که آخرین مسابقه این ویدیوه، میخوام بهتون خبر بدم که 29 آذر بزرگترین ریالیتی شو ما منتشر میشه با 10 تا اپیزود پشم ریزون که قرار از آمازون پرایم پخش بشه. تو این سریال شما قراره چیزایی رو ببینید که فکتون میفته. اطلاعات بیشتر رو بعدم بهتون میدم، چون الان وقتشه بریم سراغ بزرگترین مهمونی که تا حالا تو کانالم داشتم، کریستیانو رونالدو. سر $1,000,000 این دوستمون که اینجاست یعنی خالد قراره با اسطوره فوتبال کریستیانو رونالدو یه رقابت تک به تک بره. داداش چیزی که بین تو این $1,000,000 که اینجاست وایستاده این آقای رونالدوه. لباس خوشیام نما با مستر بیس پوشیدم. اون طرفدار شماره 1 منه. اون طرفدار توئه؟ من طرفدار داداش شماره 1. استرس داری پرت و پلا میگی، جمع کن خودتو، یه عالمه پول وسطه. قوانین رقابت ساده است. هر دوی شما به سمت اهدافی که توی دروازه است شوت میکنید. اولین کسی که 3 تا هدفو بزنه برنده است. و اگه خالد بتونه رونالدو رو شکست بده من بهش $1,000,000 پول میدم. میشه همینجوری بهم بدی؟ نه داداش اول باید رونالدو رو شکست بدی. به نظرت شانست چقدره؟ راستشو بخوای 50-50. نظر تو چیه؟ دوست دارم خود باور باشه. آره راست میگی. هر وقت حاضر بودی شروع کن. میلیون ها نفر دارن میبینن. ای وای. خب نتونست هدفو بزنه. رونالدو نوبت تو. خیلی خوب بزن بریم. ای وای جفتشون توپو از دست دادن. داداش فکر کنم این تنها شانسی بود که تو کل این ویدیو بهت رو کرد. شک دارم دیگه از این فرصت ها گیرت بیاد. تونست اولین امتیاز رو از رونالدو بگیره. رونالدو داداش شرمنده. داداش داری رونالدو رو شکست میدی. وای اما 2 تا دیگه میخوای. راست میگه. فشارش خیلی زیاده. فشارش زیاد نیست، باید ببینیم. خب بریم ببینیم بوز چی کار میکنه. یعنی بزرگترین زمان. ای الحق که بوزی. داداش میتونی میلیونر بشی یا فقط 2 تا دیگه میخوای؟ وای خیلی نزدیک بود. خب حالا نوبت رونالدوه، ببینیم مساوی میکنه یا نه. خالد دوباره به شانس ندیا. رونالدو انگار اصلا امروز روزش نیست، یه آدم کاملا معمولی و رندوم داره شکستش میده. بچه به نظرتون اگه مسی بود شرایط متفاوت میشد؟ میتونست جلو بیفته یا شانس همش؟ تو کامنت ها میتونید نظرتون راجع به این قضیه بنویسید. خالد دوباره به شانس ندیا. حالت با این توپ میتونم بزنمش؟ توپو تبرک کرد. به خدا رونالدو میخواد من $1,000,000 ببازم. خب ببینم چه میکنی خالد. وای خدای من. در کمال ناباوری خالد الان 2 امتیاز از رونالدو جلو افتاد که یعنی تنها راه بردن رونالدو اینه که هر 3 تا هدفو بزنه قبل از اینکه خالد بزنتش. به نظرت میتونی هر 3 تا رو پشت سر هم بزنی؟ راستشو بگم نه. واقعا؟ باشه. اصلا مطمئن نیستم. آیا این بزرگترین بازگشت تاریخ خواهد بود؟ ممکنه آخریش باشه. این واقعا ممکنه آخریش باشه. خالد الان این فرصت رو داره که $1,000,000 پول ببره، پولی که قرار زندگیشو واسه همیشه عوض خالد کنه. میتره کنی، موفق باشی. ممنون. دارشو خالی کنید. موفق باشی خالد.
خیلی بهت افتخار بیا میکنم داداش دوست. اینم از $1,000,000 رونالدو داداش میشه بگی سابسکرایب کنه؟ آره هر کس که رونالدو رو دنبال میکنه باید مستر بیست هم سابسکرایب با اینکه کنه. اینو نگفتم ولی بازم قبول ویدیو رو تموم کن. 29 آذر قرار بزرگترین مسابقه‌ای که تا حالا ساختم یعنی 20 گیمز از آمازون پرایم پخش بشه. 1000 شرکت کننده و یک جایزه $5,000,000. بزرگترین جایزه تاریخ سرگرمی. 10 قسمت هرج و مرج خالص. خیانت. با وجود بزرگترین جایزه تاریخ سرگرمی باید خودتون ببینید که چه اتفاقی میفته. این برنامه از هر چیزی که تا حالا تو عمرم ساختم خفن تره. همچنین جا داره بگم که این مسابقه رو میتونید با دوبله اختصاصی پوریا وست ببینید. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من بودید. جا داره بگم که این سریالی که مستر بیست داره میسازه یعنی سریال 10 قسمتی 20 گیمز توسط تیم ما دوبله خواهد شد. فقط چون ویدیو یوتیوبی نیست و رو آمازون پرایمه احتمالا نشه رو یوتیوب گذاشتش و ما احتمالا مجبور بشیم سایتی چیزی بیاریم بالا و اونجا بتونید برید و ببینید دوبله رو. به زودی یه ویدیوی کامل راجع به کاری که می‌خوایم با این سریال 20 گیمز بکنیم براتون میسازم و اطلاعات کامل رو بهتون میدم. دمتون گرم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.